سلام خوبین؟ عالیه هستم. اومدم یه امتحان بگیرم ازتون. من از شما میپرسم تو کی هستی؟ چقدر خودتو میشناسی؟ و تویی که سوال منو شنیدی میخوای پاسخ بدی، با لب بسته باید پاسخ سوال منو بدی. و اینکه سوال منو از خودت بپرسی. من از تو پرسیدم ولی تو این سوالو از خودت میپرسی. یه گفت و شنود درونی داریم ما. جواب این سوالی که من میپرسم و تو از خودت از درون میپرسی و پاسخ میدی. من کی هستم و چه احساسی نسبت به خودم دارم؟ پاسخ دادی؟ بدون کلام، دهنت باید بسته باشه. یه بار دیگه، من کی هستم و چه احساسی نسبت به خودم دارم؟ جواب دادی و شنیدی؟ کی جواب داد؟ کی شنید؟ خود تو. اون خود واقعی توه که تو این رو شنیدی. و خیلی مهمه که تو بدونی خالقی. حضرت حافظ در وصف این موضوع میفرمایند سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گم شدگان لب دریا میکرد. مولانای جان میفرماید ای آینه جمال شاهی که تویی، ای نسخه نامه الهی که تویی، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی. گفته شنوده درونی یادتونه؟ دارم جواب میدم. حضرت سعدی میفرمایند عمرها در پی مقصود به جان گردیدیم، دوست در خانه و ما گرد جهان گردیدیم. خود سر و پرده قدرش ز مکان بیرون بود، آنچه ما در طلبش جمله مکان گردیدیم. یه جای دیگه خیلی شورانگیز میفهمه دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که او در من و من محجورم. امیدوارم به جوابتون رسیده باشین و بدونین این آزمون از برای چه بود.